یک بار دیگر موضوع اینتگرال نامعینه میگوییم. اینتگرال نامعینی یگان فونکسی f از x این مجموعه همه فونکسی های ابتدایی برای همین فونکسی f از x در پارچه داده شده است. مقصد همین فونکسی بعد فونکسی ابتداییشه نامش ما گفتیم همه فونکسی ابتداییش مجموعهشه اینتگرالی گفتیم نامعین. یک بار دیگر این علامت اینتگرال بودن بچه‌ها. این f از x ما فونکسی زیر اینتگرالی f از x dx ما ifade زیر اینتگرالی فهمیدید؟ این dx خودش دیفرانسیلی آرگومنت فهمیدید؟ من این مثال های اینتگرالی نامعین تماشا کنید. 2 dx یعنی ما فونکسی ما f از x ما چند؟ 2 یا فونکسی ابتدایی چند؟ 2x پینوسی دائمی یگان دائمی خود x باشد چی؟ x کوادرات تقسیم 2 x کوادرات x کوب تقسیم عموما فرمول رو داریم که x نشان دهندش n فونکسی ابتدایی چه برابر است؟ x نشان دهندش n تقسیم n پیلوسی 1 پیلوسی c. اگه قاعده های اساسی اینتگرال گیری یا که فونکسی ابتدایی بدید اینتگرال همش حاصله گیریم اگر اینتگرال حاصله گیریم اگر ifade زیر اینتگرالی فونکسی زیر اینتگرالی خودش میگه چه میگم دست فونکسی زیر اینتگرالی نه تقریبا اینتگرالی مثلا f از x dx اگر همین استودش با حاصله گیریم بچه‌ها با برابر f از x میشه برابر چه میشه f از x میشه. این به واسطه این گپ از تعریفش میگه تماشا کنید. f کلام از x سه برابر بود تعریفی فونکسی ابتدایی ده f شتریخ حاصله f کلام از x سه برابر بود اینجا اینتگرال من اینتگرال گفتم که شما بچه‌ها f کلام از x پیلوسی سی برابر گفتم گفت جاش به معنی مگر میشه f کلام از x پیلوسی سی حاصلش اگه حاصله عددی آزاد دائما نال این برابر سه میشه f کلان از x f کلان از x حاصلش f کلان از x حاصلش با این چیزا برابره f خود از x برابر معقول می این یک کم قاعده انا کو نگاه کنید. مثال اینتگرالی 2x dx اینا حاصلش چه برابر 2x خودش 2x چه بر خودش بر عموما اینتگرال همیشه حاصلش با فونکسی چه برابر است زیر اینتگرالی برابر است. اگر ناز اهمیتی فونکسی ما به نمود m ضرب f از x dx باشد که در اینجا m یگان کوفیشنت باشد همین کوفیشنت ما میتوانیم از تحت علامت اینتگرال چا کنیم بیرون ببریم. این برابر میشه m ضرب اینتگرالی f از x dx فهمومی بچه این اثباتش چیزه برای این اثبات کردن ما میتوانیم هر دو طرف حاصله گیریم. این قاعده یکم کتیم اگر حاصله گیریم اگر با همین چیز اثبات میشه یکی ما اینو به اثبات میبریم باز مثال میبریم تماشا کنید. بگذار اینتگرال ما اینتگرالی 5x dx باشه فونکسی ما چند x 5x اینجا کوفیشنت کدام 5 ما میتونیم از تحت علامتی اینتگرال ببریم بعد میمونه چیزه x dx اگر x این فونکسی ابتدایی سه برابر بود 5 ضرب x کوادرات تقسیم 2 پیلوسی یگان دائمی حتما نوشته میمونه. معقول می در حقیقت هم این حاصله گیرید خواه بچه‌ها حاصله عددی دائمی نال 5 تقسیم 2 بیرونی حاصله به میبرد x کوادرات حاصلش چند 2x 2 اختصارش میره با چند x. قاعده سوم برای حساب کردن فونکسی ابتدایی قاعده چیزه جمع تماشا کنید. بگذار یک چند تا فونکسی ابتدایی داده شده باشند f از x جمع g از x میتواند جمع یا ترک جمع مثلا p از x داده شده باشد dx بله چه که در حاصله بود اینجا هم همین خیلی
ما میتونیم از هر یک فونکسیه ها چاپ کنیم علاوه اینتگرال بگیریم. بعد چی برابر میشن؟ اینتگرالی f از x dx جمع اینتگرالی g از x dx ان جمع چیزه اینتگرالی p از x dx. همین خیلی این چیزه بود قاعده جمع. تمامه. خیر این به یگانت مثال میبیاریم. مثال اینتگرالی x کوب ترک x کوادرات جمع 2x dx. نگاه کنید بچه ها چون کنیم علاوه هر یک داشت فاصله میگیریم. فاصله x کوب dx هم جمع میباشه. اینجا ترکی حاصل گفتم اینتگرال x کوادرات dx جمع چه میشه؟ اینتگرالی 2x dx. حالا که شما اینتگرال کردیم تا دیدن x کوب اینتگرالش چند؟ 6 کوادرات. نه x درجه 4 تقسیم چند؟ 4. من فرمولاش برادریم کو مینوس x کوادرات اینتگرال فونکسی تو x کوب تقسیم 3 2x چی؟ 2x کوادرات تقسیم 2 میشه دا 2 یک بار حساب کنم علش می x کوادرات جمع چند؟ اخیرش وقتی چیه مونی؟ عددی دومی. فهمیدیم می بچه ها این قاعده خیلی ضرور موضوع اینا حتما از خود میکنیم. انا اکنون یکی از قاعده های ضرورترین این خیلی بچه ها نگاه کنید. قاعده این سیوم شد. قاعده چهارم آمدیم. اگر بچه ها فونکسیا به نمودی مثلا ارگومنت فونکسیا به نمودی kx پلوس b باشه اینتگرالش چقدر میشه؟ dx. این یک تقسیمی k f از kx پلوس b پلوس c میشه. از من میفهمونم که چقدر اهمیتی. اگر ارگومنتی فونکسیا ما چقدر باشه؟ kx پلوس b dx باشه انمی کای هایکو کای سنتر نه زحمتی یک تقسیمی که گفته پیشش میبریم. بعد هم اینه گویا که یک تا ارگومنت گفته اینه اون گفته گویا که فونکسی ابتداییش میویم. مفهومید؟ اینه نگاه کنید. مثال این قاعده اهم قاعده ضرور تماشا کنید. فونکسی ابتدایی یافتن در کار بچه‌ها این چیز با 2x پلوس 3 کوادرات با 2x پلوس 3 کوادرات با یعنی شما چیزی که می‌کنید برابری 1 تقسیم 2 بله این همش میگوییم بله 2 پیش ببر نه این اگر وقتی کوفیسینت بود این در حالی که کوفیسینت نه این فونکسی کوادراتی همون کوادراتی پیش ببر این حاصل نه کو اینتگرال کو این همش او گویی این همش x تصور کن x کوادرات اینتگرال است یه برابر بود فونکسی تویش x کوب تفاوت جای کو x بمونی 1 تقسیم 2 برابر مونی پیش بر نترسیده x کوب 2x پلوس 3 در کوب تقسیم 3 می‌کنی 3 پلوس 3 حاضر من بفهمونم نه از اهمیتی بچه‌ها نه از اهمیتی تماشا کنید. این کم ساده کردمونی 2x پلوس 3 کوب تقسیم 2 کره 3 6 پلوس 3 در حقیقت هم اگر حاصله گیریم چی؟ اگر این چیز حاصله گیریم باید که این چیز برای می اهمیتی بیتا حاصله میگیریم برای سنجش روزوندن 2x پلوس 3 کوب تقسیم 6 این حاصلش 1 تقسیم 6 میاد 1 تقسیم 6 ضربی من این 3 پیش می بردم وقتی حاصله گیریم ضربی 2x پلوس 3 نشان دهندش چند میشه بود 1 تا کم کوادرات از بس اینجا فونکسی مرکب بود یادتون نره همین با ضربی اون شیخ بود ضربی 2x پلوس 3 حاصلش
2x پلوس 3 حاصلش چند؟ 2 کره این 3 چند میشه؟ 6 و 6 چون کنه میرود چیزه موند؟ با این چیز برامندی بچه ها دیدم بچه ها این یکم رو این قاعده حتما از خود میکنید این که مثال های خیلی نزدی شبکه حل کردن ممکنه مثال من یک دیگه مثال میگم تماشا کنید شما کاسینوس ایکس و یا فونکسی ابتداییش دانسته بودید هم اکثر کاسینوس ایکس فونکسی ابتداییش چه بود؟ سینوس ایکس انا که من شما میگم که کنی بچه ها کاسینوسی 2x پلوس 5 چیزشه رو فونکسی ابتداییش اینا چی خیلی بودید؟ نه نگاه کن فونکسیان ارگومنت به شکلی kx پلوس بیام دیگه به شکلی kx پلوس بیام چیزه میشودی؟ یک تقسیمی جای کمده چند هست؟ یک تقسیمی 2 f کلان از kx پلوس بیام انکو این f کلان چند؟ سینوسی چند میشه انکو جای x انده؟ 2x پلوس 5 تمام واسم دست یک تقسیم 2 پیش من برو سینوسی 2x پلوس 5 حاصلش کاسینوسی 2x پلوس 5 میشه با ضرب 2x پلوس 5 حاصلش مرکب ده 2x پلوس 5 حاصلش 2 کو 2 و 2 با حساب میشه 3 مونه 5 مفهوم می بچه‌ها